سلام. آقا آش ولایت بدجوری سر رفته. یعنی کار از سوت و این حرفا گذشته. الان دیگه طوری شده که باندای نظام جای گاز گرفتن پاچه همدیگه تبر به دست گرفتن و افتادن به جون رگ و ریشه نظامشون. ببینید این وزیر کشور کابینه شیخ فری چه پته‌ای داره میریزه رو آب. تازه یکی یکی هم میخواد بگه. من یکی اینا رو میگم. به 10,000 میلیارد تومان کف گردش نقدینگی مواد مخدر در کشوره. با کالا من عرض کردم 20,000 تا. خب آره دیگه، وقتی کفش 10,000 میلیارده دیگه سقفشو خودتون حساب کنید. تازه این سوای خرج منقل و وافور علی گداست. اگه اونم حساب کنی که سر به فلک میزنه. خب حالا بریم ببینیم این پول خرج چی میشه. من عرض کردم وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه. اینطوریه؟ یعنی این پول کثیف همینجوری بال در میاره واسه خودش میره تو انتخابات و سیاست و نشریات و این حرفا؟ خب چرا بقیهشو نمیگی؟ اون کدوم جیبیه که پولای مواد مخدر سرازیر میشه توش؟ اون کیه که این پولا رو میبره اون جاهای خاص؟ خب وقتی تو کامل نمیگی اون ورق پاره های باندت مجبورن اینجوری آدرس بدن. اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می توان نماینده ای را پیدا کرد که از قاچاقچیان کمک گرفته باشد اما در برابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد بایستد؟ این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساستری قرار دارند. از همین رو نماینده‌ای مانند حمید رسایی به راحتی میتواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست. پس تا اینجای کار معلوم شد که کوسه چیا میخوان وسط این دعوا و مرافع باندی مهره های باند ولایت رو یکی یکی دراز کنن. البته این قضیه خیلی بیخطرتر از این حرفاست. با عمام پرونی شیخکی مثل رسایی شروع میشه و تا اسکله برادران قاچاقچی میره جلو. ما شاهدیم که به هر حال حوزه‌های نظامی توی مباحث اقتصادی هستند. ما باید قطعا همینطور که اشاره می‌کردم قدرت و ثروت باید بیاد سر جای خودش. ما داریم اسکله‌هایی که تحت نظارت دولت نیست. این اسکله‌ها در واقع باید تحت نظارت بره. توی ماجرا ما در واقع مافیاهایی داریم، ساختارهایی داریم که دارن در واقع فساد رو به شکلی سیستماتیک تولید میکنن. اینها هم زور توی در واقع نهادهای قانونگذاری دارن، هم توی دولت دارن، هم توی نهاد نظارتی دارن، هم توی بعدش دارن، قبلش دارن و رسانه. مافیا و نهاد و ساختار و این حرفا کدومه؟ خب جای این همه روده درازی یک کلمه بگو سپاه پاسداران و بیت ولایت و کاخ ریاست جمهوری و خلاصمون کن دیگه. لاکردار حکومت نیست که انبار فساده. هر جای این نظام ولایی که دست بزنی بوی گندش عالمو بر میداره. از نوک پا تا فرق امامه این آخوندهای حکومتی فاسده. دلواپس و دلارام هم نداره. واسه همینه که باید همشونو اجماعاً فرستاد تو خاک روبه.